قاسم جان که ماتمای همسری عزیزش، مادری مهربانش، فرزنداش لخت جگر شده برادراش. قاسم جان برای مهاجرت به سفر روسیه رفت که در غریبی جام شهادت نوشید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکش می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات غریبا فقد مات شهیدا، او کما قال، کسی که در غریبی در مسافرت بمیره شهید میشود. خوب، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. خیلی که شما شنیدید این مولوی بختری، مولوی اژدهور، یعنی میگوید که من مات غریبا مات شهیدا، یعنی کسی که اگر در غربت، در غریبی مرد و چی است؟ یعنی شهید است و به یگون ترس، به یگون دلیل. اولا حدیث نه یگون رویش هست، یگون روی را ذکر نمی کند. اولا به یگون روی روایت کرده است، بعدا به همین حدیث، به حدیثی که این حدیث بافته و ساخته و ضعیف است. اولا به همین حدیث یک انسانی که و کی هست، چی هست، قاسم جان میگه او را یعنی چی که کرده است، میگوید که شهید شد. انا که میگذاریم به همین حدیث، همین علما در باره همین حدیث چی میگوید؟ اولا علما در این باره این حدیثی که این روایت کرده استوده است، در این باره میگویم که از طریق سلیمان ابن معتمر ابن سلیمان التیمی عن مولا، از مولوی یعنی که محدوج، عن محمد ابن یحیی ابن قیس المعربی عن أبيه عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات غریبا مات شهیدا. همین رو یعنی چیکار میکنه؟ در کتاب المخلصات که با رقم 2532 است، چیکار میکنه؟ ذکر میکنه. انا اکنون در همین جا میگوید که و اسناده منکر، اسنادش یعنی چی است؟ منکر است. یعنی و همچنین در فیه محمد ابن یحیی ابن قیس المعربی، یعنی که در این چی است؟ محمد ابن یحیی ابن قیس معربی هست. ابن عدی در الکامل جلد 6 صحیفه 234 میگوید که احادیثه مظلمه منکرة، یعنی که حدیث مذموم است، حدیثش مذموم است، یعنی که بد کردگی هستند حدیثش یعنی چی است؟ و حدیث های او یعنی چی است؟ منکر است، یعنی حدیثش بد است. و در اینجا انتها یعنی که سخن این کس تمام شد. ابن عدی در کامل ذکر میکند. یعنی و فیه مبهم لم یسمى و هو مولا، در اینجا میگوید که یک نفر میگوید مبهم است که نامش نیومده است میگوید و او یعنی چی است؟ از خاندانی میگوید چی است؟ مدهوج است میگوید. در مورد یعنی که حدیث جابر دو راه وجود دارد. در حدیث جابری که مثلا و همچنین دیگر نمود اومده است، دیگر نمود، و اما حدیث جابر که کمتر در بالاتر این ذکر شده است، ما او را مثلا وای نکردیم و دیگر طریقتی اومده است با مانند همین. ما خلاصش یعنی گفته استودیم که
همین حدیث یعنی دو طریقتی. یکم طریقش اخرجه ابو نعیم في حلية الأولياء من طريق حفص ابن عمر البصري عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن طلق عن جابر بن عبد الله. این حدیثی چی است؟ حدیثی جابر ابن عبدالله است. این کم دیگه خیلی تر است، اما این هم چی است؟ این هم ضعیف است. من مات غریبا او غریقا، کسی که بلکه مات غریبا او غریقا مات شهیدن میگوید. بله درباره غرق شدن دیگر حدیث های صحیح است، اما انمی لفظ چی است؟ ضعیف است. و اسناده تألیف ایضا فيه حفص ابن عمر البصري قال ابو حاتم كما في جرح التعديل متروك الحديث. انتهى. در جلد 3 صفحه 183 که ابن ابی حاتم که فرزند ابو حاتم الرازی که هستند، صاحب تفسیر هستند، محدث هستند. این کس میگویند که در کتاب جرح التعدیل جلد 3 صفحه 183 که این کس متروک الحدیث است، یعنی حدیث این ترک کرده می شود، حدیثش رو گرفته نمی شود. خب و همچنین دویم نموده که مثلا در این باره اومده است از ابن عساکر است در تعزیة المسلم. اخرجه ابن عساکر في تعزیة المسلم من طريق عبد الله ابن محمد ابن مغيرة المخزومي قال مسعر عن أبي زبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت المسافر شهادة وإسناده لا يصح فيه عبد الله ابن محمد ابن المغيرة. در این یعنی چی است؟ یک نفری که عبدالله ابن محمد ابن مغیره است و این رو یعنی این حدیث سندش صحیح نیست. کسی که در مسافرت مرد در شهادت میمیرد. البته که ما نمیگوییم که مسافرت و در مسافرت مردن یا که در مسافرت یک انسان هجرت کرد مرد، در این راه هجرت مرد فضیلت ندارد، نمیگوییم کلا. البته دارد در این باره، حدیث های صحیح هست، حتی آیت هست در این باره. اما انمی حدیث هایی که این میگوید، این حدیثی که گفت من مات غریبا مات شهیدا، این حدیث عموما اصل ندارد، یعنی و اصل هم داشته باشد این چی است؟ ضعیف است. و در این باره ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 487 میگوید که برای او ترجمه کرد و گفت ابو حاتم گفت، و یعنی ذهبی از خودش نه، در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 487 و قال ابو حاتم، از ابو حاتم که سلف بودن، از ابو حاتم میگوید که لیس بقوی، یعنی کمی عبدالله ابن محمد ابن المغیره این قوی نیست، این کس قوی نیست. و قال ابن یونس منکر الحدیث، و ابن یونس میگوید که این حدیثش منکر است، حدیث منکر گرفته نمیشود. و قال ابن عدی عامة ما یرویها لا یتابع علیه، یعنی که در اینجا برای ابو حاتم گفتن که این قوی نیست و حدیث این منکر است، مردود است، گرفته نمی شود. و ابن عدی چی گفت؟ بیشتر آنچه که مثلا نقل میکند مورد چی است؟ پیگیری قرار نمی، یعنی که مورد قابل قبول نیست میگود. بعد سپس میگود که چندین حدیثی که مثلا برای او نقل کرد و احوال او رو یعنی قضاوت کرد، از جمله چی است؟ از جمله این حدیث است. ثم ساق له عدة احاديث
وحكم عليه بالموضوع برای موضوع بودنی منها هذا الحديث یعنی حدیث های همش چی است موضوع هست یعنی همین سونه که عبدالله ابن محمد ابن المغیره در همین حدیث است و همچنین و این روایت رو مثلا که در مورد کشته شدن در غریبی به شهادت رسیده کسی که مثلا در غریبی مرده بشود در غریبی یعنی که بمیرد اگر کسی مثلا این گفته است که مقصد به شهادت میرسد جمعی از علما و هذا رواية التي وردت في كون من مات غريبا شهيد مات شهيدا صريح بضعفاء يعني كي صراحة برای ضعیف بودن این جمع من اهل العلم يعني كي یک جمع از اهل علم چیکار کردن منهم ابن الجوزی في العلل از اونها ابن جوزی است در کتاب علل برای موضوع بودن این حدیث و دیگر از علما چیکار کرده هستند در این باره صحبت کرده هستند. اکنون شما دیده استید که این علما السو چگونه مثلا این حدیث های ضعیف و بافته رو یعنی چیکار میکنند برای مردم مطرح میکنند و مردم رو به همین حدیث ها بعد یک حدیثی ضعیف انسان رو به شهادت رسید گفتن این تهمت و بهتان بینهایت بزرگ به رسول الله صلی الله علیه وسلم است، به الله است، به رسول الله است. انا این تهمت حقیقتا تهمتی میگویند که این تهمت یگان که عذری ندارد دیگر برای این انسان ها. اینها تهمت به اهل توحید کردند، تهمت به تمام مسلمان ها کردند. مردم توجیک از یک جانب چی گفتند؟ از یک جانب مردم توجیک این خودش حشرات گفت، اون حاجی میرزاش مردم توجیک یعنی گفت که اینا همش گوسفندن گفت. و اینو مردم وقتی خب میکنن طلب نمیکنن از اینو. مردم وقتی که علم نداشته باشد اینو مردم میگن که شما از اونو علم نگیرید. مردم علم نداشته باشد اینو برای شکم خود، برای نفس خود همین حدیث های بافته رو ذکر میکنن، مردم فریب میتین برای 4 سومه که برای شکم حرام اینو میتین اونها میگیرن حدیث های بافته رو یعنی میگوید به شهادت رسید. خیلی بله این مردم فریب میکنی به حدیث های بافته و انسان از کجا میدونه که در کدام حالت است؟ ولو به نزد عمر بن الخطاب یک نفر اومد گفت فلانی شهید شده است، گفت که انشاءالله بگو، انشاءالله بگو. صحابه بودن و این صراحتا یعنی انا این را تهمت و بهتان به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید. این یک. دوم چیزی که شیخ ابو عسامه رحمه الله الله رحمتش کند، الله جنت الفردوس نصیب کند شیخ. و همین کس در با این آقای بختری وقتی که صحبت کرده بود و این دعوا کرده بود که ما دوره حدیث خوانده هستیم. از همینجا معلوم می شود که تو دوره حدیث نه، تو دوره شعر خوانده هستی. نخود انسانی که دوره حدیث بخوند حدیث صحیح و ضعیف جدا کرده نتواند، حدیث تحقیق نکند، به حدیث ضعیف مردم حکم به شهادت بکند. اعوذ بالله. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ شما یک مرتبه از برای الله شما یک مرتبه یعنی صحیح مسلم بکشوید و مقدمه امام مسلم نظر بکنید که انسان هایی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت بستن چی مثلا گناه وزبین و چی قدر مثلا حتی
انسان رو به کفر میبرد. که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکمین حدیثی که امام مسلم در مقدمه خود ذکر میکند میگوید که لا تکذبوا علی فانه من یکذب علی یلج النار. یعنی بر من شما دروغ نگویید. کسی که بر من یعنی دروغ بگوید یعنی جهنم او را دریاب میکند. خیلی که در دیگر جو امام مسلم در دیگر حدیثشون میگه که من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی که بر من اگر یک دروغی رو بر میبندد پس جایگاه خود از جهنم چطور بکند؟ آماده بکند. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. و همچنین در دیگر حدیث امام مسلم در مقدمه خود باب فی التحذیر من الكذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که باب در تحذیر کردن که یعنی کذب گفتن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و همچنین دیگر حدیثی که این کذبا علی لیس ککذب علی احد میگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ گفتن بر من به مانندی دروغ گفتن بر یک شما نیست. این کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. یعنی دروغ گفتن بر من یعنی که به مانند دروغ گفتن بر یکی دیگه، یعنی که مثال یکی مو با یکی مو مقصد دروغ اگر دروغ بگوید به مانند او نیست. یک سخن دروغ از ما یک کس ببندد. پس کسی اگر همین دروغ بست بر رسول الله صلی الله علیه و سلم جای خود از جهنم آماده بسازد. این وعیدو را نخود اینو نفهمند و نظر بکنید حدیث ها در مقدمه امام مسلم ذکر کرده شده است. بهترین از دو کتاب صحیحی که از کتاب‌های احادیث هستند. اما این علماء السوء مردم را نمیمونند تعلیم بگیرند و نمیخواهند که مردم عالم بشوند، مردم از علم باخبر بشوند و مردم از توحید باخبر بشوند. به حدیث های بافته و ساخته مردم فریب میکنند. الله پناه بده. و همین بود و ای بختری و تو سخن بنده همین است که از الله بترس. از الله بترس، به سوی توحید بازگرد. از الله بترس. هر یک سخنی که میگویی در نزد الله تو از اون سخنت پرسیده میشوی. و این سفسطه و افسانه گویی و قصه گویی و این حدیث های ضعیف گویی تا بس کن. دوره حدیث خونده باشی، اگر تو دوره حدیث میخوندی حدیث ضعیف نمیگفتی، تحقیق میکردی. و یکی از علامت‌های خار و ذلیل شدگی همین است که الله انم که خار و ذلیل کردگی است شما علماء السوء رو و ما شما رو به سوی توبه دعوت میکنیم. وقت دارید. جان شما و تقدیر شما در دست الله است. شما از او طاغوت ها یعنی که روز تا روز دفاع از طاغوت ها کرده ایستادید، روز تا روز خار و ذلیلتون بازم زیاد شده ایستاده است. به هر حال ما دعوت به سوی توبه میکنیم. شما رو توبه بکنید، به سوی الله باز بگردید. مردم به سوی گمراهی به حدیث های بافته و ساخته و ضعیف موضوع منکر مردم فریب نکنید. خیلی الله المستعان. و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.